عرض ادب. دستگاه میخوام بهتون نشون بدم که توان خریدمون در همین حد بود. این دستگاه 315 آمپر ایران ترانس هستش که تو کشور خودمون موجود هستش. با برق سه‌فاز کار میکنه، 9 ولومه هستش. تقریبا دستگاه خوبی به نظر میرسه. البته من دارم باش کار میکنم، دستگاه خوبی هستش. دیجیتال هم از همینا هستش که برقشون نسبت به این یکم ضعیف تره. کپسول آرگون هستش، خروس بالا خروس پایین داریم. به خاطر اینکه این دستگاه ایرانی داریم استفاده میکنیم، هم میشه کپسول آرگونتون رو خروس بالا پر کنین، بهتره. بالاخره با این آلیاژهایی که داریم، سرسیلندا کرمی میشه، اونجور چیزا رو برطرف میکنه این گاز آرگون خوب. برای کارهای روزمره دستگاه آرگون تکفاز هم میتونیم بخرین، کارهای جزئی انجام بدیم باش. این 3 فازه. و در مورد این تنگستان هم میخواستم بهتون بگم، تنگستان قرمز نوکش برای آرگون، کربن، استیل، اینا اینجور آلیاژا نوکش باید همیشه تیز باشه، این سر سوزن. الان مشاهده کنین چجوری تیزش کردم. این سرعت عمل کارتون رو میبره بالاتر، دقیقتر و تمیزتر کار در میاد. این تنگستان سبزم که برای آلومینیوم هستش، نیازی نیستش تیزش کنین. با یه انبردست فقط سرشو میشکنین، به قطعه چیزی چسبید موقع کار.